بسیاری از مسلمانان موسیقی را حلال جایز می‌دانند. شما گفته نمی‌توانستید که در حقیقت محمد صلی الله علیه و سلم ضد موسیقی بودند. در بین مسلمانان جایز، حلال و یا حرام بودن موسیقی این اختلاف است. در قرآن یگان آیت نیست که روی راست موسیقی را حرام گفته باشد، اما نشانه های معین وجود دارد. الله تعالی در سوره لقمان آیت 6 می‌فرماید: در بین مردم کسانی هستند که مردم را از راه خدا باز می‌دارند، با سخن‌های بیهوده خود و راه خدا را تمسخر می‌گیرند. برای این جماعت عذاب خارکننده است. در اساس این آیت و موافق تفسیر بسیاری از عالمان، معنای کلمه‌های لغو الحدیث خاص به موسیقی است. این خلاصه اکثریت مفسران قرآن است. اگر جایز، حلال و یا حرام بودن موسیقی را از نگاه سخنان پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم نگریم، در این باره بسیار نمود حدیث موجود است. اگر ما به حدیث های پیامبر صلی الله علیه و سلم نگریم، به حرام بودن موسیقی یگان شبهه نمیماند. پیامبر صلی الله علیه و سلم چخیلی که در مجموعه امام بخاری روایت میکنند، در حدیث 5592 در هفتم قسم کتاب نوشاکی گفتند: در بین امت من شخصان پیدا میشوند که حرام ها را زنا، پوشیدن ابریشم، نوشیدن عرق، خمر و استفاده اسباب های موسیقی را حلال میدانند. یعنی در بین امت من شخصان پیدا میشوند که حرام کرده های خداوند را حلال میشمارند: زنا، پوشیدن ابریشم، نوشیدن عرق، خمر و استفاده اسباب های موسیقی را. در این حدیث گفته شده است که بعضی چیزها را حلال میدانند. ما خیلی خوب میدانیم که نوشیدن عرق و زنا اینها حرام هستند. وقتی که اسباب های موسیقی نیز در قطار اینها آمد، البته آن هم حرام است. اما با وجود این، بعضی کسان و یا عالمان پیدا می شوند که اسباب های موسیقی را حلال جایز می دانند. اما این حدیث کشاد و روشن گفته ایستاده است که موسیقی حرام است. اما حدیث موجود است که بعضی از اسباب های موسیقی را اجازت می دهد، مخصوصا تبلک یک طرفه و یا تندور را. اگر ما حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم را خوانیم، در مجموع امام بخاری در قسم 5 4001 حدیث در آن نقل میکنند که پیامبر صلی الله علیه و سلم بعد عقد نکاح به کوچه برآمده با صحابگان نشستند که همین لحظه آواز دو دختری را شنیدیم که با تندور بازی میکردند و تعریف و توصیف یکی از پدران صحابه را میکردند که چگونه در جنگ شهید شد. بعد از آن به تعریف و توصیف پیامبر شروع کردند. پیامبر گفتند: تعریف و توصیف مرا نکنید، خوانید هر چیزی که پیشتر خوانده ایستاده بودید. این از آن خبر میدهد که پیامبر صلی الله علیه و سلم بازی با تندور را منع نکردند. غیر از این، در مجموع امام بخاری در قسم 2 در حدیث 987 از عایشه رضی الله عنها روایت میکنند که روز پیامبر صلی الله علیه و سلم در خانه خود استراحت میکردند. در همین وقت دو دختره که با تندور بازی میکردند. وقتی ابوبکر رضی الله عنه آمدند، آنها را منع کردند. آنها همان را بس کردند. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند: هیچ چیزی بدی نیست، اجازت ده تا دوام دهند، امروز روز عید است. غیر از این، در مجموع امام ترمذی در حدیث 3692 از پیامبر صلی الله علیه و سلم نقل میکنند از شخصی قسم یاد کرده: من قسم یاد کردم که اگر شما با پیروزی برگردید، من شعر خود را با تندور میخوانم. و این پیامبر صلی الله علیه و سلم جواب دادند: اگر تو قسم یاد کرده باشی پس ضمیمه بکن، اگر تو قسم یاد نکرده باشی پس این کار را بمان. طبق حدیث های ذکر شده به ما معلوم شد که اسباب های موسیقی حرامند. در مسئله تلبک یک طرفه و یا تندور، پیامبر صلی الله علیه و سلم بعضی وقت اجازت دادند، بعضی وقت نه.